احساس میکنم زمانی که میخوام بچه دار بشم، حتی تو محیط بیمارستان، به خاطر که زبان خوب ندارم هنوز فکر میکنم یه زمانی احتیاج دارم که یاد بگیرم تا بتونم صحبت کنم، چون خیلی مهمه. Having a baby and being in a maternity hospital is scary enough and a hard enough place to be if you're from England and you're in an English hospital. I think if you are a non-English speaking mum, must be unbelievably scary. They must rely on their partner so much. اونو بردار اونجوری گندت میکنه، اونو بگیر تو دستت. چیو؟ میخوام دوربین دارم. نه منظورم که تو گردنت نه. خوبه، بعد اینجا وایسیم. همینجا بودا فربا. نه بیندیس. وقتی که من اومدم 3 سال پیش اومدم لیورپول، در مورد لیورپول فقط در مورد بیتلزا میدونستم، گروه خواننده‌های معروف بیتلز، و البته هیچ وقت مورد علاقه من نبود. من خودم الویس پریسلی گوش میکردم. Did you sweet? Yeah. Come on through. Okay, thank you. You for a section? Yeah. Yeah, come this way, please. Okay, thank you. های. There. ولی خب 3 سال پیش که اومدیم زندگی رو شروع کردم و الانم تقریبا میتونم بگم شهر خوبیه و دوستش دارم. در مورد تایتانیک میدونستی؟ نه نمیدونستم تو این شهره. نه. Okay, Emmy's wife will be with you shortly, okay? Okay. Thank you. خب الان اومدی امرو بیمارستان زایمان کنی. امرو 8 دسامبر 2014 ساعت 10 به 11 صبح اومدیم. بابا الان توی یا آخرشه دیگه. تازه اولشه. از اینکه این توی آخرشه. حقیقتا اولین تصور و اولین تصویری که از انگلیس من داشتم و دوست داشتم همیشه برگردم اینجا، این من برمیگرده به گذشته که من با اتفاق پدرم و مادرم و برادرم به انگلستان سفر کردیم وقتی من 5 سالم بود. فیلم برداری کرد. اون موقع با دستگاه آپارات بود، خیلی قدیمی بود، ولی خب ما همه اون فیلم ها رو داریم هنوز و خیلی برامون خاطر انگیزه و من دوست دارم این اتفاق برای بچه ها هم بیفته. چه حسی داری؟ میترسم. درست نداره که. از منم بیام پلوتی خورده. نقد میزنه؟ همش که نمیزنه. میگه کو. سرده گرمه اینجا ها، ولی من یخ کردم. چرا؟ فشار دستم افتاده؟ یخ. داره فیلم میگیرم اینجوری مثلا حواسم بای کن. بابا دست منو. خیلی زومش کردی. نه با اون نگاه. خب خیلی سنمون کم بود. 17 سالگی واقعا شروع همه شیطنت‌های جوونی و نوجوونی در واقع. فکر میکنم همون بیشتر اول ظاهر آدم‌ها به دلم نشست، ظاهرش. اونجا با هم آشنا شدیم و این ادامه پیدا کرد برای حدود 5-6 سال که با هم دوست بودیم و خاطرهای خوبی داریم با هم و بعدم تصمیم گرفتیم که با هم ازدواج کنیم. این کش من بده، من ماما جمع کنم. نه؟
برم ماشین جابجا کنم نه؟ جمع کنم. فرباد بهتره. از زمانی که 17 سالم بود با فرباد آشنا شدم. احساس میکنم فرباد اصلا یه شخص نیست، احساس میکنم خودمم. از زمانی که اومدم اینجا، مخصوصا از زمانی که پدر مادرم رو از دست دادم، احساس میکنم که اون یه شخص جدا از من نیست. فکر میکنم خود منه. نرو الان یه موقع یه وقت یه کسی میاد. الان اونجا 20 دقیقه بیشتر مجاز نیستی. خب پس برو. چی به چیه؟ احساس میکنم زمانی که میخوام بچه دار بشم، حتی تو محیط بیمارستان، به خاطر که زبان خوب ندارم، هنوز فکر میکنم یه زمانی احتیاج دارم که یاد بگیرم تا بتونم صحبت کنم، چون خیلی مهمه. کشته من. Do you know what? Having a baby and being in a maternity hospital is scary enough and a hard enough place to be if you're from England and you're in an English hospital. I think if you are a non-English speaking mum, it must be unbelievably scary. They must rely on their partner so much. In Iran, they don't let you go into the labor room. Just you have to wait behind the door, and somebody else coming outside and tell you what's happened. It's a boy or girl. No, I'm so happy. Can I go into the labor room, you know? سلام. حال شما خوبه؟ سلامتی. شما اینترپریتر شما خواسته بودن؟ البته ما اینترپریتر خانم خواسته بودیم. So you're worried about the interpretation? Yeah. Well, but because we told to them we need an interpreter of female. Yeah. Okay. I mean, we can't specify usually male or female interpreters. It's just whoever we can possibly get. Yeah. این دفعه واقعا برام تفاوت داره. واقعا خوشحالم اینکه توی اتاق هستم، توی اتاق زایمان پیش الهامم. بهش کمک بکنم، کمتر درد و حس بکنه، کمتر ناراحت باشه. فقط این نظر خیلی خوشحالم که میتونم کمکی بکنم بهش. هیچکی نمیاد؟ این مترجم مرد اومده. تو مترجم میخوای مگه؟ دیگه الان اومده بوک کردن. نه میتونه بره. من احتیاجی ندارم. مهمتر از همه این که برام خیلی جالبه که فرباد این تجربه رو داشته باشه که بدونه، واقعا لمس کنه، به چشم ببینه که مادر شدن خیلی کار سختیه، یعنی اصلا راحت نیست. من مطمئن باش که باز متوجه نمیشم. نه میگم یعنی یه وقت چیزی پیش نیاد. چی پیش بیاد؟ هرچی پیش بیاد. آدم ندونه اصطلاحاتشون. چی خوشم من بدتره. الان بهش بگی برو. اینا بیمارستان باش بوک میکنه، مگه به حرف منه؟ نمیدونم. الهام میخوای ببینیش؟ تو بالاخره خودتو رسوندی. خوبی؟ خدا نکشدت فچر آرایش داری هنوز؟ چرا؟ پاک میکنه. فکر نکنم. چرا ایران که پاک میکرده؟ ایرانو ول کن بابا. خدا انگار دارم میخوام خدا رو شکر توالت من درست شد. فعلا من اومدم. درست شد؟ فعلا بابایی کن. لبخند بزن. I love movies. I like romantic movie, action movie, and horror as well. حالا بعدها این فیلمو ببینین بعد میگم من داشتم راجع به چی حرف میزدم. نه خوب یادشه. آره نه. یادش توالت خونه‌شون خراب شده بوده. آره اومدن عوض کنن. حالا بعدها در آینده که این فیلمو دیدین نگین که پدر من مدیر یکی از معروف‌ترین سینماهای تهران بود. I watched a lot of movie about UK. I love the movie Great Expectation and Oliver Twist. All the story Charles Dickens, the famous actor comedian
the Norman Wisdom. Yeah, I had a very memory with his movie. Hello. Yeah. The interpreter should be about 5 minutes. But he's not going into theatre. He won't see anything. Oh, don't worry, don't worry. Finish it. Okay, sorted out. فعلا بابایی کن. لبخند بزن. اولین تصوری که من از انگلستان داشتم خب این فیلم‌های قدیمی انگلیسی بود که می‌دیدم و یه چیزی که برام جالب بود وقتی که اومدم انگلستان وقتی که من انگلستان رو از نزدیک دیدم باز همه چی همون شکلیه. Hello, you an interpreter? Yes. Hiya, my name's Mark. How do you do? Nice to see you. Right. Hi, good morning. So you from Tehran or? Tehran, yeah. So are you a student here, sir? Yeah. What are you English. studying? English? Yeah. Okay, jolly good. My name is Mark Clement Jones. I'm the consultant on Today. میگه اسم من مارک من مشاور امروز هستم برای سایمانتون. Okay, it's not just for your benefit that we have an interpreter, it's also for my benefit. میگه فقط برای منافع شما نیست و برای فقط خوبی شما نیست که مترجم داریم، به خاطر کارهای منم هست. You've had 2 cesareans before in Iran, is that right? شما 2 تا سزارین قبلا بله. تو ایران داشتین، درسته؟ Okay. Yes. And were you awake or asleep for the previous cesareans? برای سزارین قبلی بیهوش شده بودین یا بیدار بودین؟ بیهوش بودم هر دو رو. Sleep. Okay, so in the United Kingdom and for a long time we try and do them awake, which is why this man here is here. میگه توی انگلیس و برای مدت زیادی هست که مثلا توی ایران معمولا خانوما برای از زایمان سزارین بیهوش میشن و من این تجربه اولم بود که اینجا میخواستم همه چیزو ببینم و لمس کنم. جایی که ممکنه نوشیدنی بنوشید. Because you're over 35, به خاطر اینکه شما سنتون از 35 سال بیشتره، you're at increased risk for a clot. یه ذره ریسک این که لخته خون در شما ایجاد بشه بیشتره. بیشتر. So we'll give you an injection afterwards that will thin the blood out to prevent a clot یه دونه developing. پس بنابراین ما چون همه چیزو میبینم فکر میکنم یه کمی وحشتناک. Do you have any questions or concerns? سوالی یا نگرانی چیزی دارید؟ نه. Then I think Maddy can go then. بعدش دیگه من میتونم. Your husband can talk for you in theatre if that's okay with the anaesthetist. میگه Okay? که بعدش دیگه شوهرتون تو اتاق عمل میتونه باهاتون صحبت کنه. Thank you very much. مرسی خیلی ممنون لطف کردین. قربان شما مرسی. Okay, so we'll see you in theatre. Yeah, All right? thank you. Okay, Thank cheers. you so much. It's fine. Sounds happy. I'm very happy. Baby's moving. I can feel Okay. time to come out. Everyone is ready. You're ready? No going back. Wait. And baby is ready as well. I'm so excited. Yeah. But bet. don't worry about her. Don't worry about her. She's in good hands. Just confirm your date of birth for me. 25 of May 1973. Yay! هنر کردیم. خوشحالم از اینکه بچه میخواد متولد بشه با وجود تمام اضطرابا و ترسایی که دارم به خاطر ندونستن زبان. Do you like Liverpool? بگو فقط ناراحتیم خب دور بودن از خونه. Yeah, she like Liverpool. Yeah. Yeah. Oh, very friendly. Very friendly. Yeah. Yeah. بچه‌ای که قرار دنیا بیاد قاعدتاً چون اینجا متولد میشه زبان اولش میشه انگلیسی، یعنی برای زبان انگلیسی قاعدتاً هیچ مشکلی نداره. Not keep them any longer. We're ready? فرهنگ و کالچر اسکاوس و لیورپول ممکنه بچه‌ای که دنیا بیاد این بیشتر بتونه به ما یاد بده تا ما بخوایم به اون یاد بدیم. Need you to come too, if that's okay. Yeah. Yeah? That's fine. Yeah. Now. ولی خب متاسفانه بعد از انقلاب سال 1979 وقتی انقلاب شد سینماها رو آتیش زدن. این سینما رو آتیش زدن و بعد از اون دیگه هیچ وقت مثل اون فیلم ها رو نشون ندادن توی سینماهای ایران. دوست دارم همیشه علاقه دارم همیشه همه لحظه ها فیلم برداری کنم و ثبت
الهام برای آینده و برای زمانی که شاید من نباشم دیگه. دیگه الهام داره یواش یواش میره تو اتاق عمل و One trouble. Farad. فربود. Farbud. Yes. Sorry. No, it's okay. Can I ask you? I have got a two name. You got to do it too. Oh, I better. Okay. Just a minute. Oh, this way. Yeah. Same. Yeah. I'm so excited. You know, I'm so happy because I can go into the room, labor room. I'm with my wife. You look lovely. Okay. Thank you. Yeah. I can't to find some words to tell you, you know. Just I can say I love her. She's perfect. Be honest with you, yeah. She's perfect. Hi. Round this way. Hiya. 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 Just relax your arm for me for 1 second, then we'll get you on that tilt. You're not going to fall. Tell her this is it's all normal, it's all going to plan, no Okay. problems. She doesn't need to worry. Okay, میگه یه جور نگران باشی همه چی اوکیه؟ Are you okay? Yeah. اون خیلی دوست داره. کلا فرباد خیلی عاشق زندگیه. تو هر شرایطی، تو سخت‌ترین شرایط اون خیلی از من قوی‌تر بوده و همیشه یه جورایی منو هل داده. خوشگلی من پریدم. I'm with my wife. I'm first man see my baby, you know. I'm so excited. Come on. Baby, come on. Yes. بچه سومم هست که داره توی انگلستان دنیا میاد و حقیقتا بگم که انگار که این بچه اولمه که داره دنیا میاد. این حق رو توی ایران نداشتم که توی اتاق عمل پیش همسرم باشم و اون لحظه رو بتونم نزدیک لمس بکنم و واقعا مشتاقم که هر چی زودتر این لحظه رو ببینم. She's gorgeous. But I take it over there and try it out. Check her. بابا جونم چیه دخترم؟ چیه بابا جونم؟ چی بگم؟ نمیدونم چه گردی شبیه خودمه 3 کیلو Didn't get to meet Mum? Yeah. Did you finally get a little kiss? She's beautiful. Look at the little eyelashes. She's
Perfect. مطمئناً بچه من که دنیا بیاد دنیا رو از لیورپول شروع میکنه به دیدن و دیدن رو از اینجا آغاز میکنه. خب چشات دارم من خوشگلی شما چه خوشگلی شما. با دیدن این فیلم ها و عکسایی که من براش به یادگار میذارم میتونه خیلی کمکش بکنه که راهش رو پیدا بکنه. آقا من نمیتونم اینو بذارم چیه؟ کوی تک دار پلیز تانک یو. اوکی. نه چیه بابا؟ Okay. No, it's take a movie now. You have to push it down and stop movie.